قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. انشالله بتونیم در این فرصت کوتاه توضیحات و تفسیرات مختصری پیرامونش داشته باشیم و به اتمام برسونیم. سوره‌ای که در نظر گرفته شده سوره زلزله هست که طبق نظر برخی از مفسرین سوره مدنی است یا بیشتر علما من جمله علامه ابن کثیر و برخی از علما هم اون رو جزو سوره های مکی میدونن. در فضیلت این سوره روایات ضعیفی نقل شده. این روایات صحیحی که دال بر فضیلت خاص البته، یعنی اینکه قرآن تمام اون کلام رب العزت هست، مبارکن، نورن، هدایتگرن، اون به جای خودش. اما وقتی میگیم در فضائل اون، این که کجا خونده بشه، چه موقع خونده بشه و یک امتیاز خاصی به اون داده بشه، روایت صحیحی نیومده، بلکه روایاتی هست حتی علامه ابن کثیرم رحمه الله نقل کردن که در برخی از روایات اومده خوندن سوره زلزله به اندازه نصف قرآن ثواب داره که ضعیفه، یا در روایت دیگه هست که به اندازه 1/4 یعنی ربع قرآن هست خوندن اون که بازم ضعیفه. یعنی که این روایات ضعیفی است که پیرامونش نقل شده، اما اونجایی که روایات صحیح هم باشه حالا در لابلای تفسیر به اون اشاره خواهد شد. یه روایت صحیحی داریم که پیامبر علیه السلام یک بار در نماز صبح هم رکعت اول و هم رکعت دوم سوره زلزله خوندن، یعنی هم در رکعت اول و هم در رکعت دوم. چنین روایت صحیحی داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها. خب بحث سوره کلن بحث قیامت هست، ولو به صورت خلاصه، ولی کلن در رابطه با حوادث و صحنه‌های گوناگونی که از بلخص نفخه دوم، یعنی وقتی بار دوم در سور دمیده میشه بحث میکنه، چون کلن 2 تا نفخه داریم، یعنی 2 بار در سور دمیده میشه، سوره اسرافیل. یک بار در آستانه از بین رفتن دنیاست و یک بار در آستانه برپایی صحرای محشر هست، یعنی بار اول خلایق از بین میروند، بار دوم زنده میشوند و از قبرهاشون برانگیخته میشوند. آغاز این سوره اذا زلزلت الارض زلزالها که بیانگر زلزله قیامت است. آیا این زلزله که در آغاز سوره زلزله اومده اشاره به نفخه اول است، یعنی بار اول که در سور دمیده می شود و اون زلزله عظیم صورت میگیره که کوه‌ها و زمین به هم میخورن و نهایتش موجودات زنده از بین میروند، یا اینکه اشاره به اون نفخه دوم هست؟ برخی از علما ترجیح داده‌اند که نفخه اول، بعضی گفتن نفخه دومه. این گونه اختلافاتی که در تفسیر آیات شما گهگاهی میبینید، خیلی وقتا هم شاید نه اینکه گهگاه، شما اختلافاتی رو میبینید در تفسیر آیات، اگر جنبندی
علما رو ببینید متوجه میشید که علما در جنبندی اقوال گوناگون علما و مفسرین بر اینن که این اقوال همشون میتونه منظور باشه. و علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به این گونه اختلافات میگه اختلافات تنوع، یعنی اختلافاتی نیست که متضاد باشن، تنوعه، یعنی آراء گوناگونی هست و این آراء میتونه همه با هم باشه، هیچ تناقضی و تضادی بین این آراء نیست. اذا زلزلت الارض زلزالها، خود زلزلت و زلزال جدا از اینکه در مورد قیامت است و زلزله قیامت با توجه به آیات گوناگونی که ما در قرآن داریم توصیف شده به زلزله بسیار عظیم، بزرگ، وحشتناک، خود این کلمه هم این پیام رو میرساند. یعنی کلماتی که قرآن انتخاب کرده هم تکرار حروف، اگه دقت بکنید زلزلت، زلزال فعل مضاعف است و تکرار خود حروف تکرار اون فعله، یعنی فعل هی تکرار می شود. جدا از این که ما در آیات فراوان، من به نمونه های اشاره می کنم که پروردگار زلزله قیامت رو اینگونه توصیف می فرمایند: اذا رجت الارض رجا، رجت یعنی بلرزد و تکان بخورد، رجا برای تأکیده، برای بیان عظمت است، یعنی زمانی که اون تکان شدید بخورد و بلرزد زمین. و حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحده، اون لحظه ای که زمین و کوه ها از جا کنده می شوند، یعنی از اون نقطه ای که هستن خارج می شوند و یک باره در هم کوبیده می شوند. شما تصور بکنید وقتی زمین و کوه ها با اون عظمتشون خداوند از جا بکنه و همه رو در هم بکوبد، چه وضعیت و شرایطی پیش می آید. زلزله ای که خود پروردگار اینگونه توصیف می فرمایند: یا ایها الناس اتقوا ربکم این زلزله الساعة شیء عظیم. شیء عظیم نکره هست، توصیف هم شده، ولی نکره محدودیت ندارد، یعنی هر قد هم تصور بکنید فراتر از تصور و ذهن و خیال توی انسان هست عظمت اون زلزله و اون حرکت، که حتی در ادامه وقتی توصیف میکنه اگر اون لحظه ببینید مردم رو که واقع شده اندر اون زلزله، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، اگر ببینید اون زنانی که شیر میدهن به بچه هاشون، کلمه مرضعه در زبان عرب اساسا اون صفاتی که مخصوص خود زن هاست دیگه تا نمیارن در اصل. وقتی بگیم مرضع دیگه اشتباهی و التباسی پیش نمیاد که مرضع زنه، مذکر نمیتونه باشه چون جزو اختصاصات خود زنها هست. اما چرا مرضعه گفته؟ تفاوتش اینه که مرضع به زن شیرده گفته می شود، حالا چه در حال شیر دادن باشه چه نباشه، ولی مرضعه به زنی گفته می شود که در حال شیر دادن باشه. و چون قرآن خواسته بیان بکنه که زن یعنی مادر در حالی که طفل شیرخوارش رو در سینه گرفته و به او شیر میدهد، که چقدر مادر این بچه رو دوست داره، ولی چنان اون زلزله وقتی شروع می شود وحشتناک است که مادر یا اون زن شیرده فراموش می کند اصلا که بچه ای دارد. و تضع كل ذات حمل حملها، از حول و وحشت اون زنان باردار سقط جنین می کنن. و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا، مردم رو ببینید عقل خودشون از دست دادن، مثل انسانهای مست، نمیدونن چه کار میکنن، نمیتونن رو پاهاشون بایستن، چشمها گویا از حدقه بیرون میاد، ولی مست نیستن. ولکن عذاب الله شدید، ولیکن عذاب خدا سخت است. چون عذاب خدا سخت است مردم دچار یک چنین بحران و آشفتگی و پریشانی شده اند.
پس آغاز این سوره اشاره به زلزله می کند و در هر دو نفخه ما زلزله داریم. در هر دو نفخه، یعنی بار اول که در سور دمیده می شود که نشانه های بزرگ قیامت میاد و نهایتش قیامت به پا می شود که این دنیا از بین برود، زلزله داره. زمانی هم که خداوند بخواد که خلایق رو مجددا زنده بکنه و اونها رو در صحرای محشر برای حساب، برای کتاب، برای مؤاخذه یا برای پاداش دادن، برای این که اونها رو وارد بهشت بکند، اونایی که بهشتیان و اونهایی که جهنمیان سرازیر جهنم بکند، بازم زلزله ای میاد و خلایق خودشون رو در یک سرزمینی به نام سرزمین محشر میابند. در یک چنین فضایی و اخرجت الارض اثقالها، آیات بعدی میتونه بیانگر این باشه که این زلزله همون زلزله بعد از نفخه دوم باشه، گرچه گفتیم بعد از هر دو نفخه زلزله هست، چون میگه و اخرجت الارض اثقالها. اثقال جمع ثقل، مفردش ثقل هست. ثقل بار سنگین، اون چیزی که سنگین است، و اثقال بارهای سنگین. مگر در دل زمین بارهای سنگینی وجود داره؟ و اون بارهای سنگینی که در دل زمین هست پنهان است چیه؟ به صورت کلی نظر مفسرین بر اینه که اثقال مردگان است، اون امواتی که از روز نخست که آدم و حوا آمده افراد مردن و دفن شدن تا آخرین لحظه که دنیا به پا بشود در دل زمین دفن شدن، اینا بار سنگینی است در دل زمین. و همچنین همه اون گنجینه هایی که در دل زمین دفن است، معادنی که در دل زمین هست، اینا هم جزو اثقالشه، هر چی در باطنش باشه. این دو تا نظر وجود داره. برخی استناد میکنن به روایت صحیحی که در روایت صحیح مسلم هست، نقل میکنه که پیغمبر علیه السلام فرمودن تقیء الارض افلاد کبدها، زمین بیرون میندازد افلاد کبدها، یعنی جگرگوشه هاش، یعنی هر چیزی که برای انسان حتی ارزشمند باشه، میگن جگرگوشهشه، بچهش مثلا فرزند انسان جگرگوشه انسان هست چون خیلی عزیزه. اون بار گران در دل زمین تشبیه کرده به جگرگوشه ها. امثال الاسطوان، به مانند ستونهایی من الذهب والفضه، ستونهایی از طلا و نقره از دل زمین بیرون میاد. فیجیء القاتل فیقول فی هذا قتل، قاتل میاد میگه من به خاطر همینا آدم رو کشتم، به خاطر همین طلا و نقره. و یجیء القاطع، اون کسی که صله رحم رو نکرده، قطع کرده، ارتباط خویشاوندی رو به هم زده، میاد میگه من به خاطر همین درهم و دینار، به خاطر همین طلا و نقره صله رحم رو قطع کردم. و یجیء السارق فیقول فی هذا قطعت یدی، دزد میاد میگه به خاطر همین بوده، یعنی همین درهم و دینار رفتم دزدی کردم دستم قطع شده. ثم یدعونه فلا یأخذون منه شیئا، فرا خوانده میشوند بیایید بگیرید این طلاها، این نقره ها، کسی نمیاد سراغ این طلا و نقره ها، نمیرود، چون در آستانه زلزله هست. اینه که بعضیا گفتن اثقال پس اون معادنی است که در وجود زمین و در درون زمین هست. بعضیا گفتن نه، اثقال مردگانن که دفن شده ان. هر دو میتونه مد نظر باشه، ولی بیشتر اینه که و اخرجت الارض اثقالها، اگر بعد از نفخه دوم باشه قطعا مردگانن. نفخه دوم وقتی بار دوم در سوره اسرافیل دمیده می شود، مردگانن که در دل زمین دفن شده ان، خداوند در قبرهاشون قبل از اینکه در سور دمیده شود زنده می کند. همین که زنده شدن با زلزله‌ای که میاد زمین شکافها رو بر می دارد و خلایق بخوان یا نخوان سر بیرون میارن. دیگه اونجا خواسته نیست که انسان بخواد یا نخواد، همه سر بیرون میارن، گویا زمین اونها رو پرت کرده، بیرون انداخته.
و اخرجت الارض اثقالها، اونها رو بیرون میندازه. و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت. جای جای قرآن اشاره میکنه به این گونه موارد. اون گاهی که زمین پهن و گسترده شود، یعنی زمین محشر هموار بشود، نه پستی نه بلندی نه کوه. و القت ما فیها و تخلت، اون چه که در اون هست بیرون میندازه و خالی میشود، یعنی کسی نمیمونه تو زمین و درون زمین. و هر اون چه که خدا خواسته که بیرون بندازه بیرون میندازه، غیر از انسان ها. اینه که بحث و اخرجت الارض اثقالها قطعا اموات و مردگان شامل می شود و ممکنه هم منظور هم اون گنجینه ها و دفینه هایی باشه که در دل زمین دفن شده. در یک چنین فضایی و لحظه‌ای که زمین دچار چنین زلزله‌ای می شود، انسان سوال می کند و قال الانسان ما لها، و قال الانسان ما لها. انسان سوال می کند، می گوید چه شده زمین رو؟ چه خبره؟ این زلزله، این حرکت عجیب. بالاخص بعد از نفخه دوم وقتی خلایق از دل زمین و درون زمین بیرون میان و در سرزمین محشر قرار میگیرن، این سوال پیش میاد برای انسان، چه شده؟ چه خبر است؟ لفظ الانسان ظاهر اون عمومیت داره. کلمه الانسان الف و لام میتونه برای استغراق باشه، یعنی همه انسان ها رو در بر بگیره، مؤمن اون و کافر اون. ولی با توجه به برخی از آیات و روایات، مفسرین، جمعی از مفسرین اومدن ترجیح دادن، گفتن از انسانی که در اینجا در این آیه ذکر شده که بعد از زلزله قیامت سوال می کند، اون انسان کافر و ناباور است که تکذیب می کرد قیامت رو و صحرای محشر رو و بهشت و دوزخ، نه مؤمن. چون مؤمن حضورش در صحرای محشر دور از انتظارش نبوده، ایمان داشته به وعده های الهی. حتی ما حدیثی داریم که وقتی مؤمن رو در قبر دفن میکنن و روزنه از بهشت بر روش باز می شود، تمنا می کند، التماس می کند که کی قیامت به پا می شود. لذا لحظه ای که قیامت به پا می شود آرزو و خواسته مؤمن برآورده شده. اما برعکس وقتی کافر فاجر منافق دفن می شود و روزنه از جهنم بر روش باز می شود و بهش میگن جایگاه ابدیت اونجاست، میگه خدایا قیامت به پا نشه، نمیخواد قیامت به پا بشه. ولو در قبر عذاب قبر دارد، ولی برای کافر عذاب قبر بهتر از عذاب جهنم است. سختی دنیا برای کافر بهتر از عذاب قبر و عذاب جهنم است. یه داستانی از یکی از قضات مسلمین نقل میکنن، اگر نقل بشه در همین راستا خالی از لطف نیست. میگن روزی از روزها یکی از قاضیان و یا قضات مسلمان که به محکمه میرفت، البته هر روز که میرفت سر راهش یک یهودی بود، اما ظاهر حال اون یهودی بیانگر فقرش بود که آدم فقیری بود با لباسهای کهنه، ولی قاضی با لباسهای مرتب با مرکب مخصوصی به محکمه و دادگاه میرفت. یه روزی اون یهودی قاضی رو گیر داد، گفت شما مسلمان ها میگید که دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافر، ولی من برعکس میبینم، تو مؤمنید زندگیت خیلی مرفهه و من، یعنی اون یهودی که کافر است، زندگیش خیلی در تنگنا و فشار است. قاضی جوابش داد اون روایت درسته، دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافر، ولی مؤمن در این دنیا هر قدر هم از طیبات و حلال ها استفاده بکند، در رفاه حلال باشه، ولی در مقایسه با بهشت براش زندان است.
و کافر در این دنیا هر قدر در تنگنا و فشار باشد در برابر عذاب جهنم بهشت براش. میگن همین جواب مؤمن و قاضی مسلمان باعث شد که اون یهودی رو به تأمل وادارد و مسلمان بشود. ولی منظور اینه که وقتی مؤمن در قبر است روزنه از بهشت بر روش باز می شود، آرزو داره قیامت به پا بشه. لذا زمانی که قیامت به پا می شود دور از انتظارش نیست. پس سوال ناباوران است، تکذیب کنندگان است. در سوره یاسین میخونیم و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون. نفخه دومه، اونگاه که در سور دمیده می شود به ناگاه اونها از قبرهاشون شتابان به سوی پروردگار حرکت میکنن. چون زمانی که خلایق سر از قبر بیرون میارن خداوند صدا میزند و همه صدای خدا رو میشنون، اونایی که دورن و اونهایی که نزدیکن یک نواخت، بدون اینکه به چپ و راست نگاه بکنن خیره شده ان به سوی صدا و شتابان به سوی صدای رب العالمین در حرکتن. در اون جایگاهی که بایستی قرار بگیرن خلایق، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. پس انسانهای ناباور همچه حسرتی نمیخورن که بگن وای بر ما، چه کسی ما رو از این خواب، از این بستری که در حال خواب بودیم گویا بیدارمون کرد. گرچه در عذاب قبر بودن ولی عذاب قبر در مقایسه با جهنم و صحرای محشر براشون خیلی راحت تر بوده. لذا یا ویلنا، کی میگه یا ویلنا؟ مؤمنین نمیگن، مؤمنی که مشتاقن. مؤمن چه در لحظه مردن، لحظه ای که روحش از جسدش بیرون میرود و در لحظه حتی جان دادن است، میخواد هرچه سریعتر این روح خارج بشود. چرا؟ تا در آستانه رب العالمین قرار بگیرد. من احب لقاء الله احب الله لقاء. ولی منافق کافر نخیر، و من کره لقاء الله کره الله لقاء. نمیخواد با خدا دیدار بکنه که روحش خارج بشود. پس اینه که در قبرم به همین صورت مؤمن در قبرش تمنا میکنه که قیامت به پا بشه. پس اینه که وقال الانسان ما لها، این برمیگردد به انسانهای ناباور که تکذیب میکردن قیامت رو. وقتی صحرای قیامت رو میبینن جای سوال براشون که چه شده زمین رو، چه خبر است. یومئذ تحدث اخبارها، اون روز است، در اون لحظه هست که زمین خبرهای خودش رو، اخبار جمع خبره، گزارش ها، اخبار، تحدث بازگو میکند، سخن میگوید. گرچه مفسرین بازم دو تا نظر دارن و هر دو نظر میشه جمع‌بندی کرد. برخی بر اینن که تحدث اخبارها یعنی زمین با لسان حال خودش وقتی خلایق میبینن این زلزله، این شرایط به وجود اومده، میخونن که زمین چه داره میگه. میخواد بگه این زمین که من دیگه زمین محشرم، نه با زبان گویا، با زبان حالش. و برخی از مفسرین بر اینن که نخیر، تحدث اخبارها با زبانی که خلایق میشنون. خداوند زمین رو گویا میکند، بلکه زمین یکی از شاهدان و گواهانی است که از خیر و شر بندگان خدا میگوید. از اون چیزی که در روی زمین خلایق انجام داده اند میگوید، سخن میگه. و این چیزی نیست که انسان براش قابل تعجب باشه که چگونه زمین حرف میزند. وقتی قرآن به صورت صراحت و آشکار میفرمایند که حتی اندام و اعضا و پوست های انسان ها گواه میدهند بر علیه انسان، و اونجا وقتی که انسان ها میگویند و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، انسان های ناباور و کافر وقتی در برابر گواهانی از خودش و من جمله پوستش، حتی پوست به زبان میاد، گواهی میدهد، میگویند چرا بر علیه ما گواهی میدهید؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. دست ما هم نیست، خداوندی که هر چیز رو گویا کرده است، به او بیانی داده است، ما رو گویا کرده است که حرف بزنیم.
این که روز قیامت است. حتی در دنیا ما معجزاتی داریم برای پیغمبر علیه السلام، معجزات فراوان برای پیغمبر خودمون علیه السلام و دیگر پیغمبران علیهم السلام. جمادات زنده می شدن، حرف می زدن. عصای موسی چه کارها که نمی کرد. در حدیث صحیح مسلم هست پیغمبر علیه السلام فرمودن من میدونم و میشناسم اون سنگی که قبل از بعثت به من سلام میکرد. هنوز میدونم کدوم سنگه. هرگاه از کنارش رد میشدم به من سلام میکرد. یا اون آه و ناله و گریه تنه درخت خرما که پیغمبر علیه السلام مدت‌ها در کنارش خطبه میخوند. وقتی منبر رو براش قرار دادن صحابه میگن ما صدای آه و ناله و گریه این تنه درخت خرما رو میشنیدیم که پیغمبر علیه السلام آرامش کردن. پس خداوند قادر است. در حالی که هم اونها تسبیح گویند، جمادات و نباتات و همه چیز تسبیح گوی خدایند، ما نمیدونیم. مگر نه این بود که کوه ها همراه پیغمبر خدا داوود تسبیح میگفتند؟ اینه که یومئذ تحدث اخبارها، گزارش های خودش رو میداد. البته روایتی هست که در سندش ضعف، که سوال شده از پیغمبر علیه السلام که اخبار زمین چیه؟ پیغمبر فرمودن علیه السلام خیر و شری که بر روی زمین صورت گرفته گزارش میکنه. ولی این روایت از نظر سندش مشکل داره، یعنی ضعیف این روایت. ولی در کل تحدث اخبارها ظاهر خود قرآن اینه که گزارش های خودشو میده و قطعا بارزترین گزارشش اینه که اون چه اتفاقاتی که در روی زمین صورت گرفته گزارش میکنن. بأن ربک اوحی لها، این گزارش برای چیه؟ چرا زمین گزارش میدهد، صحبت میکند؟ دست خود زمینم نیست. این بدین خاطره که پروردگار به او وحی کرده است، یعنی فرمان داده است که ای زمین بگو، صحبت بکن. به خداوند به هر چیزی هم که بخواهد فرمان بدهد، بالاخص فرمان پروردگار است. زمین، آسمان ها، کوه ها مطیع و فرمان بردارن. این تنها انسان بوده که در این دنیا خداوند به انسان عقل داده، خرد داده و اطاعت و فرمانبرداری اختیاری داده. اما کوه ها و زمین ها و نباتات و جمادات کلا مطیع و فرمانبردارن. بخوان یا نخوان، تو این دنیایی که ما هستیم همه چیز، نباتات و جمادات و حیوانات مطیعن، فرمان بردارن طبق اون نظامی که خدا براشون خلقت کرده، جز انسان ها و جنیان. بهشون عقل داده، حق انتخاب و اختیار داده که بپذیرن یا نپذیرن. لذا بعضیا مؤمنن، بعضیا کافرن. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، بازم از صحنه قیامت است. در اون روز مردم دست دسته، گروه گروه، پراکنده بیرون میان از قبرهاشون، رهسپار میشون تا اعمال خودشون رو ببینن. دو حالت میتونه داشته باشه. این خروج و رفتن برای دیدن اعمال هم میتونه اون لحظه ای که از قبرها برانگیخته میشون رهسپارن تا برن در پیشگاه رب العالمین بایستن، حاضر بشون و اونجا اعمالشون رو ببینن. نامه اعمال داده شود به دست راست یا به دست چپ، بزرگ و کوچک، نیک و خیر، همه چیز رو ببینن. و همچنین زمانی که خداوند انسانها رو محاسبه می کند، گروهی اهل یمینن، گروهی اهل دست چپن، کسانی رو سفیدن، کسانی رو سیهن، کسانی اهل بهشتن و کسانی اهل جهنمن. دست دسته می رون، کسانی به سوی جهنم و کسانی به سوی بهشت، تا ببینن پاداش اعمال نیکشون در بهشت و تا ببینن کیفر و عقوبت کارهای بدشون جهنمیان در جهنم. شامل هر دو حالت می شود. لذا اگر در کتب تفسیر بخونید که منظور اینه یا اون، هر دو میتونه منظور باشه و هیچ تضاد و تناقضی بین این آرا نیست. هر دو میتونه منظور باشه. هیچ دلیل خاصی هم نداریم که این ترجیح بدیم یا اون. میتونه هر دو صحنه هم باشه و پروردگار اشاره کرده به هر دو صحنه که در چنین لحظه‌ای این قضیه پیش میاد. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم
فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. مثقال یعنی مقدار، اندازه. ذره، ذره در زبان عرب هم به مورچه بسیار ریز و کوچک گفته می شود و هم به ذره گرد و غباری که در حالات معمولی دیده نمیشه. شما اگر نور خورشید و شعاع خورشید رو که از پنجره ای روزنه ای میتابه در یک اتاق، در پرتو اون شعاع و نور خورشید نگاه بکنید، دیدید همتون اون موقع ذره های ریز گرد و غبار میتونید ببینید. اینا ذره ان، یعنی خیلی ریز که ممکنه همون ذره ها در اتاق باشه، ما در حالات معمولی نمیبینیم. شعاع خورشید از یک روزنه ای، از یک سوراخی بتابه در اتاق، شما در لابلای اون روزنه اون نور خورشید میتونید ببینید، خیلی ریزه. پروردگار هم تشویق کردن و هم هشدار دادن. تشویق به مؤمن که اگر عمل نیکت اونقدر کوچک باشه که فکرش هم نکنید که این به حساب بیاد، اما خدا به حساب میاره، ضایعش نمی کند. هر کس به اندازه و مقدار ذره که خیلی ریزم باشه عمل نیک و خیر انجام بدهد، اونو میبیند، پاداشش رو دریافت میکند. و اگر کسی به اندازه یک ذره عمل بد انجام بدهد، اونم میبیند. این هشدار است. پس از یه طرف مؤمن عمل نیک رو کوچک نپندارد و عمل بد رو هم تحقیر نکنه، نگه این مکروه، این کوچک، این گناه صغیره است. گفتن اینا گناه های صغیره هست، هی گناه های صغیره، ایاکم و محقرات الذنوب. پیغمبر فرمودن علیه الصلاة و السلام بر حذر باشید از گناه های کوچک. اونقدر هی جمع میشون اونم با بی‌پروایی که انسان رو هلاک میکنن. به چه صورت؟ ممکن هی انسان وقتی گناه های کوچک بی‌پروا مصرانه انجام بدهد، دچار گناه های بزرگ می شود. ولی وقتی انسان حتی ترس و واهمه از گناه های صغیره داشته باشه، دچار گناه بزرگ نمیشه و یا خیلی نادره. وقتی انسان ها کارهای نیک رو کوچک بپندارد، این کوچک است، این سنت است، این مستحب است، فردا واجبات و فرائض هم براش کوچک جلوه می کند. لذا پیغمبر علیه الصلاة و السلام فرمودند لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجه طلق. یه لبخند، یه تبسم، شاید انسان چیزی به حساب نیاره ولی ممکنه دل یه مسلمون رو شاد بکند. یک کلمه دل مسلمون رو شاد بکند. همون شادی که به یه مؤمن دادید، به یه مسلمون دادید، میدونید چقدر پیش خدا قدر داره؟ اونم مؤمنی که ولی خداست. لذا پیغمبر فرمودن علیه الصلاة و السلام احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. بهترین عمل نزد الله جل شأنه اینه که شما یک شادی وارد زندگی مسلمون بکنید. اونم مسلمونی که ما ظاهر حالش میبینیم که انسان صالحیه و حتی اگر ظاهرش آدم صالحی نباشه، ممکنه همون کلمه شما، کلمه خیرتون، همون رفتار نیکتون مؤمن فاسق فاجر رو منقلب بکند. شما با یک لبخند و تبسم مؤمن رو منقلب کردید از گناه به توبه، از جهنم به بهشت. چقدر خدا خوشحال می شود. در مورد این آیه یه روایت صحیحی داریم، در صحیح بخاری هست و در صحیح مسلم، که پیغمبر علیه الصلاة و السلام روزی از روزها در مورد اسب بیاناتی فرمودن که اسب برای 3 مورد نگهداری میشه. یه موردش صاحبش اجر و ثواب داره، یه موردش هم منبع برای صاحبش، و یک مورد گناهه. موردی که اجر و ثواب داره، شخص میاد اسب رو پرورش میده، چون در دوران خود پیغمبر علیه الصلاة و السلام اسب یکی از برجسته ترین ابزار جهاد بود. حالا امروزه میتونه وسایل دیگه باشه، هواپیما باشه، توپ باشه، تانک باشه الی آخر.
فرمودن کسی که اسب رو نگهداری بکنه، پرورش بده، فقط به خاطر اینکه در راه خدا و فی سبیل الله بتونه با اون جهاد بکنه یا دیگرها جهاد بکنه. حالا تمام لحظاتی که میگذره اون اسب بچره، بنوشه، حتی در غیاب صاحب خودش در یه باغی، در یه چراگاهی همینطوری میخورد، مینوشد، اجر و ثواب داره، حتی تا جایی که فرمودن پیغمبر علیه السلام سر تا پای این اسب براش اجر داره، آثار اون و حتی مدفوع اون، تا اون حد به هدر نمیره. نوع دوم اسبی است که طرف پرورش میده برای خودش، منبع درآمدی باشه، منبع رزق و روزی باشه، به کسی نیاز نداشته باشه، خب اشکال نداره، حقش هم ادا بکنه. مورد سوم برای رنگ، برای ریا، برای تظاهر، برای فخر فروشی، که من میخوام مثلا به ظاهر خودشو نشون بده که به خاطر جهاد است، به خاطر الله است، اما دروغ میگه، این گناه داره. یه نفر اومد سوال کرد، باید در صحیح بخاری و مسلم، یه نفر سوال کرد، حالا این در مورد اسب ای پیغمبر علیه السلام، در مورد الاغ چطوره؟ کسایی بیان الاغ رو پرورش بدن. پیامبر فرمودن علیه السلام ما انزل الله فیها شیئا الا هذه الآیة الفاذة الجامعة فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره. روایت در بخاری و مسلم. پیامبر فرمودن علیه السلام در این مورد چیزی بر من نازل نشده مگر این آیه جامع و در برگیرنده همه مسائل و منحصر به فرد. این آیه است که در معنای خودش و مفهوم خودش منحصر به فرده و فراگیر است. یعنی چه؟ یعنی پیغمبر علیه السلام میخواد بگه این آیه اونقدر وسیعه که مؤمن هر حرکتی و هر گامی که بردارد نیتش خدایی باشه زیر این آیه وارد میشه. اگر نیتش خیره ولو حرکتش و گامش کوچک باشه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، اگر نیتش هم بد باشه ولو اون نیت کوچک، عمل کوچک، اما چون شره یره، میبیند. این چیزی که در این زمینه نقش شده. بازم در رابطه با این سوره و بالاخص خود این آیه روایتی هست که جمعی از علما اونو تصحیح کردن در کتاب الاستیعاب که در مورد شأن نزول اساسا تألیف شده. برخی از مشایخ سلیم ابن عید هلالی و محمد ابن موسی آل نصر از علمایی هستن که تصحیح کردن و سندش رو حسن خوندن. عبدالله ابن عمرو ابن العاص میگه که این سوره نازل شد اذا زلزلت الارض زلزالها. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وقتی این سوره رو شنیدن گریه کردن. پیغمبر علیه السلام فرمودن که ما یبکیک یا ابابکر، چه چیزی تو رو به گریه انداخت؟ چرا گریه میکنید؟ ابوبکر فرمودن که این سوره ما رو به گریه انداخت که اگر انسان، حالا اون قسمتش که انسان اگر ذره خیر انجام بده میبینه، قسمت دومش خیلی سنگینه. ببینید ایمان و تقوا و بیداردلی که صحابه بالاخص ابوبکر صدیق داشت با اون همه تقواشون، اما میدونستن که انسان جایز الخطاست. یعنی فکر میکردن که ذره ذره اون اعمال بد اگر ذره هم باشه بازم انسان مؤاخذش میشه، میبینه، پس چطوری میتونه نجات پیدا بکند؟ پیغمبر فرمودن علیه السلام لولا انکم تخطئون و تذنبون فیغفر الله لكم لخلق الله امه یخطئون و یذنبون فیغفر لهم. اگر این گونه بود که شما گناه نمی کردید، خطا نمی کردید، اشتباهاتی از شما سر نمی زد که خداوند شما رو بیامرزد، خداوند امتی و قومی دیگر رو می آفرید که خطا از اونها سر بزند، گناه بکنن و خداوند اونها رو بیامرزد. این حکمت الهی بوده که انسان رو به گونه‌ای خلقت کرده که ممکن نیست که خطا نکند، خطا از او سر میزند و خداوند غفور است و رحیم است و مهربان است. اینه که این روایت هم در این زمینه صحیح. آخرین مطلب در رابطه با همین آیه اینه که ما آیات گوناگونی داریم که پروردگار میفرمایند کفار، مشرکین، اعمال نیکشون به هدر میرود. خب چطوری این آیه میگه که اگر انسان ذره‌ای خیر و نیکی انجام بدهد میبیند، اونم در فردای محشر؟
و ما آیات و احادیثی هم داریم که خیلی از گناهان که مؤمن انجام میده تو همین دنیا خداوند کفاره میکند میبخشد. پس چطوری ذره بدی و شری که مؤمن انجام میدهد در فردای قیامت میبیند؟ خلاصه مطلب اینه که ممکنه در این دنیا باشه که مؤمن در این دنیا اگر عمل بدی رو انجام داد میبیند، ذره هم باشه، با بلاها، مشکلات، مصیبتها، به هر نفع خداوند اون گناهاش رو کفاره میکند، مگر اون گناهی که دیگه خدا نخواد در این دنیا آنو بیامرزه که در روز قیامت میامرزد، یا اینکه دیگه خداوند مؤاخذش بکنه بعد رهاش بکنه و از جهنم بیرونش بیاره. اما کافر ممکنه در این دنیا عمل نیکی هم انجام بده و میده انجام، خداوند پاداشش رو در همین دنیا بهش میده، در فردای قیامت چیزی نداره. ولی این آیه با آیات دیگر تناقض نداره. ممکنه در روز قیامت خداوند بیاد همونطوری که ما آیات داریم و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خدا میگه ما میریم سراغ اعمال و کردار کفار، اونها رو حاضر و آماده میکنیم و اونها رو به مانند گرد و غباری که در هوا پراکنده هست پوچ و تهی میسازیم. پس کافر ممکنه بهش نشون داده بشه اعمال نیکش، اما پاداشی ندارد، هیچ پاداشی در فردای قیامت نداره. و مؤمن در فردای قیامت ذره ذره اعمال بدش خداوند ممکنه بهش نشون بده بدون اینکه دیگرها بفهمن، بین خودش و خدا، اما خدا سترش میکند. میگه من در دنیا تو رو بخشیدم، ستر کردم، اینجا هم سترش میکنم. اما نشون میده که انسان پی ببرد به عظمت الله جل شأنه. من در همینجا جا داره به خاطر اینکه بدونیم و خدامون رو بیشتر بشناسیم. نکته جالبی باهاش برخورد کردم در ضمن مطالعه از علامه شیخ عبدالرحمن سعدی رحمه الله در ضمن این آیه سوره یاسین که بهش اشاره شد، دیگه وقت نیست، فقط به همین نکته اشاره میکنم. وقتی این آیه از سوره یاسین رو ترجمه میفرمودن که هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، این جوابی است که در روز محشر داده میشه به کسانی که میگن چه شده وای بر ما که ما رو از قبرمون برانگیخته کردن. جواب بهشون داده میشه، حالا از جانب خدا یا از جانب فرشتگان باشه، هذا ما وعد الرحمن. در اون لحظه، در اون شرایط، در اون روز قیامت، این که میگه این وعده رحمان هست، شیخ میگه که بایستی تأمل بکنیم، هدفی درش هست. چرا خداوند از این اسم رحمان استفاده کرده؟ تا بیان بکند که در روز محشر خداوند چنان رحمتی میورزد که در حسبان و ذهن و گمان و خیال انسان ها نبوده است، که فکرش نمی کردی. چنان خداوند انسان ها رو مورد مهر و محبت و رحمت خیش قرار میدهد. اما اینکه حالا کفار چگونه از رحمت خدا محرومن، اینکه این همه انسان‌های کافری بودند و هستند با اون همه اعمال نیک و اون همه خدمات فراوان و ارزشمند، فلانی مبتکر برق بوده، قرن‌های قرن از این برق و روشنایی استفاده می‌کنن، یعنی همه اینا خداوند به جهنم میفرسته. نگاه کنید، خداوند خالق است، خداوند خود حکیم است، خود قادره، خود مهربونه، خودش بهتر میدونه. مگه ما از خداوند مهربان‌تریم، دلسوزتریم؟ مگر ما از پیغمبر خدا علیه السلام دلسوزتریم نسبت به بندگان خدا؟ قطعا ما ذره‌ای و قطره‌ای از اون دریای رحمت خدا هم به حساب نمیاریم. پس خود خدا بهتر میدونه، نیاز به این نگرانی نیست. اونی که برای خدا کار انجام نداده، نخواسته، بندگان خدایان. خدایی که پیغمبر علیه السلام در موردش میفرمایند از مادر نسبت به فرزندش مهربانتره نسبت به بندگانش. مادر، چون یه صحنه‌ای رو دیدن، طفلی در آغوش مادر بود، سوال کردن ای مادر این بچه‌شو در آتش میندازه؟ گفتن نخیر. فرمودن پس خداوند مهربانتره که بنده‌اش رو بیاد همینطوری تو آتش بندازه. این دیگه حساب کتاب با خود خداست. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خداوند مورد بازخواست قرار نمیگیره. چرا؟ اما ما هستیم که در برابر اعمالمون مورد بازخواست قرار میگیریم و خدا بهمون میگه چرا این کارو کردید. موفق و مؤید باشید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.